با سلام و درود. در جانورشناسی به عمل مصرف تمام یا بخشی از بدن فردی از یک گونه جانوری توسط فردی دیگر از همان گونه به عنوان غذا عمل همناخواری یا کانیبالیسم میگویند. واژه کانیبالیسم برگرفته از مردم جزیره‌ای به نام کانیبال. این قبیله جنگجو عادت داشتند که اجساد دشمنان یا اسرای جنگی رو در مهمونی‌ها باهاش جشن بگیرن. این اسم امروزه برای هر جانوری که دیگر اعضای همگونه‌اش رو مورد مصرف غذایی قرار بده به کار میره. خلاف آنچه پیش از این پنداشته میشد، عمل همناخواری تنها از روی گرسنگی شدید یا حالتهای غیر طبیعی رخ نمیده، بلکه در گونه‌های مختلفی از جانداران به طور طبیعی این عمل رخ میده. حدود 140 گونه مختلف نسبت به همناخواری در شرایط مختلف تمایل نشان میدهند. در واقع دانشمندان اکنون به این نتیجه رسیدن که همناخواری در سراسر جوامع طبیعی رواج پیدا کرده. توی این لیست حیواناتی رو به شما معرفی میکنیم که باورتون هم نمیشه که همناخواری بکنن. به نظرتون به انسان‌ها هم میرسه روزی که بخوان هم دیگر رو حالا به هم خورد بگذاریم. در ادامه ویدیو 10 حیوان همناخوار رو بهتون معرفی میکنیم. پس لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. شماره 1 خرسای قطبی. اکثر موارد همناخواری در خرسای قطبی شامل نرهاییه که توله ها، خردسالان و یا خیلی اوقات ماده های بالغ رو میکشن. با این حال بر اساس مطالعه‌ای که منتشر شد، خرسای قطبی نر و ماده لاشه خرسای قطبی مرده رو که توسط انسان ها کشته و پوست کنده شدن جمع آوری میکنن و از آنها تغذیه میکنن. در سالهای اخیر دیده شده که خرسای قطبی به شکلی بیرحمانه توله های خود رو میخورن، اگرچه این اتفاق نادره. اخیراً عکسایی از خورده شدن توله خرسا توسط خرسای بالغ دیده شده. برخی محققان دلیل این پدیده رو آب شدن یخ‌ها میدونن که باعث شده تا دسترسی خرسای قطبی به غذای مورد علاقه شون یعنی خوک آبی محدود بشه. در نتیجه همناخواری خرسای قطبی در محیط وحشی از روی اجبار بوده. شماره 2 میمون‌ها. همناخواری در میمون‌ها معمولاً با کشتن نوزادان همراهه. به عنوان مثال در سال 2019 محققان گروهی از میمون‌ها رو مشاهده کردند که در حال خوردن نوزادی از گونه خودشون در پارک ملی کاستاریکا بودند. این اتفاق زمانی افتاده بود که میمون 10 روزه از درخت سقوط کرده بود. محققان که این همناخواری رو مشاهده می‌کردند مشکوک بودند که یک میمون بالغ نوزاد رو هل داده یا به اون حمله کرده و باعث مرگ اون شده. نرهای بالغ از گونه‌های مختلف فرزندان غیر مرتبط رو میکشن تا فرصتی برای فرزندآوری خودشون داشته باشن. شماره 3 تمساح‌ها. تمساح‌ها طعمه‌های مختلفی از جمله تمساح‌های دیگر رو میخورن. شخصی این همناخواری رو در سال 2022 هنگام پارو زدن در یک پارک ایالتی در فلوریدا به تصویر کشید. در این عکس‌ها و ویدیوها یک تمساح بزرگ در حالی به سطح آب می آید که یک تمساح کوچکتر در آرواره‌هایش گرفته است. همناخواری تمساح میلیون‌ها ساله که رخ داده. تمساح‌ها حیوانات کوچکتر را به طور کامل می‌خورند و طعمه‌های بزرگتر را با آرواره‌هایشان تکه تکه می‌کنند و بعد آنها را می‌خورند. گاهی اوقات نیز به سرعت در یک نوار مرگی میچرخند که برای کشتن طعمه استفاده میشه تا بتوانند تکه های گوشت طعمه را جدا کنند. کروکودیل ها معمولاً ترجیح میدن پستانداران درشت هیکل‌تر را شکار کنند تا انرژی بیشتری از خوردن آنها به دست بیاورند. اما اگر چند روزی شکاری نصیبشان نشود به حیوانات کوچکتر نیز روی میآورند. این شکارچی خطرناک وقتی خیلی گرسنه باشه و چیزی برای خوردن پیدا نکنه ممکنه به همنوع خود هم رحم نکنه. شماره 4 شیرها. گونه دیگری که در نوع خود فرزندان رو میکشه شیره. وقتی یک شیر نر جدید
صاحب یه خانواده میشه معمولاً توله های موجود رو میکشه، چون نمیخواد پدری ناپدری باشه و منابع رو روی جوانهایی که متعلق به خودش نیستن سرمایه گذاری نمیکنه. همچنین به این معنیه که اون میتونه با مادران سریعتر تولید مثل کنه. این اتفاق همیشه پیش نمیاد، ولی این شامل همناخاری میشه. شماره 5 ببرها. محققان هنوز در حال مطالعه رفتار همناخاری در ببرها هستند، اما شواهدی وجود داره که نشان میده بزرگسالان گاهن توله ها و سایر بزرگسالان رو میخورن. با عنوان مثال یک ببر در سال 2019 در یک پارک ملی هند یک ببر ماده بالغ رو شکار کرد و اون رو کشت و از آن هم تغذیه کرد. طبق گزارشات با وجود طعمه‌های فراوان در این منطقه، اعمال همناخاری مقامات حیات وحش و حافظان محیط زیست رو شگفت زده کرد. شماره 6 اسب آبی. محققان فکر می‌کردن اسب‌های آبی کاملاً گیاهخوار بودن تا دهه 1990، تا زمانی که اسب‌های آبی شروع به ذخیره لاشه برای یافتن گوشت از جمله لاشه اسب‌های آبی دیگه کردن. ممکنه همناخاری تا حدودی عامل شیوع بیماری سیاه زخم در جمع اسب‌های آبی در اوگاندا در سال 2004 بوده باشه. اسب آبی به طور بالقوه با جمع کردن لاشه افراد آلوده به گسترش بیماری کمک کرد. اسب آبی گونه‌ایه که گاهن کودک کشی استراتژیک رو انجام میده. با این حال آنها برای خوردن فرزندان شناخته شده نیستند. در عوض آنها در حال خوردن جسد بزرگسالان دیگر نیز دیده شدند. این امر به ویژه با توجه به این که آنها عمدتاً گیاهخوار هستند شگفت انگیزه. دانشمندان گمان می‌کنند که این رفتار ناشی از نیاز شدیده، زمانی که مواد غذایی و مواد غذایی ایمن کمیاب هستند. شماره 7 کفتارها. کفتارها جزو شکارچیان پست و منفور هستند. این حیوانات به لاشخور بودن هم معروفن. گهگاهی شکار میکنن، اما زمانی که نتونن شکاری پیدا کنن به مرده‌خواری میپردازن و گاهی پای رو فراتر میگذارن و همناهای ضعیف خود رو شکار میکنن و از گوشت آنها تغذیه میکنن. شماره 8 مارها. مارها حیوانات دیگری هستند که همنوع خود رو میخورن. دلیل این موضوع گاه به دلیل مزاحمت ماری در قلمرو مار دیگره و گاه دلایل دیگری نیز داره. هیچ مار گیاهخواری وجود نداره. همه مارها گوشتخوارن و برخی از انواع حیوانات رو میخورن. مارها شیره گوارشی بسیار قوی دارن و برای اینکه بتونن غذای خود رو یکجا ببلعند به آن نیاز دارن. مارها مانند دیگر حیوانات گوشتخوار مثل گربه ها دندانهایی که بتونه به اونها کمک کنه غذا رو خورد یا تکه تکه کنن ندارن. شماره 9 همسترها. همسترها البته بامزه و پشمالو هستن، اما کم اتفاق نمیافته که همستر ماده نوزادهایش را بخوره. دلیل این موضوع میتونه نیاز بیشتر مادر به پروتئین در هنگام شیردهی یا باقی ماندن بوی انسان روی توله ها که باعث میشه مادر توله را با غذا اشتباه بگیره باشه. اگر در خانه همستر دارید، برای اینکه بچه‌های خودتون شاهد این پدیده وحشتناک نباشن، از اینکه مادر همسترها همیشه سیر باشه اطمینان حاصل کنید و تا جایی که امکان داره به توله ها دست نزنید. شماره 10 عنکبوت‌ها. به نظرتون ارتباط با جنس مخالف سخته؟ خدا رو شکر کنید که از عنکبوتی‌ها نیستید. نوع ماده انواع مختلفی از عنکبوت‌ها از گونه بیوه سیاه گرفته تا گونه غول‌پیکر عنکبوت گرگی پس از جفتگیری نر خود رو میکشن و اون رو میخورن. بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، این پدیده دلایل تکاملی پیچیده‌ای داره که در نظر گرفتن اصطلاح گونه تا رقابت اسپرمین را شامل میشه. با این وجود معمولاً این پدیده به دلیل گرسنگی عنکبوت ماده و دم دست بودن نرهاست که از لحاظ جثه
جثه عنکبوت‌های نر از عنکبوت‌های ماده کوچکتره. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با ما بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک و چنل ما رو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، فعلا بابای.